توی ویدیو قبلی رفتیم سراغ کشتی آزاد و بررسی کردیم کدوم کشورها توی 12 سال گذشته تونستن قهرمان جهان بشن. اگر اون ویدیو رو ندیدی حتما بعد از دیدن این ویدیو اون رو هم ببین. ولی امروز می‌خوایم بریم سراغ کشتی فرنگی و بررسی کنیم که کدوم کشورها در سالهای گذشته قهرمان کشتی فرنگی جهان شدن. پس با من همراه باش. مسابقات کشتی فرنگی در سال 2014 در کشور ازبکستان در شهر تاشکند برگزار شد که در پایان این دوره از مسابقات جهانی کشور ایران با 1 طلا و 1 نقره و 2 برنز و کسب 42 امتیاز قهرمان شد. کشور روسیه با 1 طلا و 2 نقره و 1 برنز و کسب 36 امتیاز نایب قهرمان شد و کشور ترکیه با 1 طلا و 1 نقره و 1 برنز و کسب 34 امتیاز سوم شد. که در وزن 59 کیلو حمید سوریان به مدال طلا رسید و در وزن 66 کیلو امید نوروزی به مدال نقره دست یافت. و در وزن 71 کیلو افشین بیابانگرد و در وزن 98 کیلو قاسم رضایی مدال برنز رو کسب کرد. مسابقات در سال 2015 66مین دوره از مسابقات جهانی کشتی فرنگی در کشور آمریکا در شهر لاس وگاس برگزار شد که در پایان کشور روسیه با 1 طلا و 4 برنز قهرمان این دوره شد با 45 امتیاز و کشور آذربایجان با 1 طلا و 1 نقره و 1 برنز و امتیاز 39 نایب قهرمان شد و کشور اوکراین با 1 طلا و 1 نقره و 2 برنز و امتیاز 35 سوم شد. در این دوره از مسابقات کشور ایران با کسب 1 نقره و 2 برنز و امتیاز 31 در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت که در وزن 98 کیلو قاسم رضایی مدال نقره کسب کرد و در وزن 80 کیلو یوسف قادریان و در وزن 85 کیلو حبیب الله اخلاقی مدال برنز کسب کرد. 68مین دوره از مسابقات کشتی فرنگی جهان در سال 2017 در کشور فرانسه در شهر پاریس برگزار شد که در پایان این دوره از مسابقات کشور روسیه با 1 نقره و 2 برنز و امتیاز 46 قهرمان شد. کشور ایران با 3 برنز و کسب 40 امتیاز نایب قهرمان شد. کشور ترکیه با 2 طلا و 2 برنز و امتیاز 34 سوم شد که در وزن 71 کیلو محمد علی گرایی و وزن 75 کیلو سعید عبدولی و در وزن 85 کیلو حسین نوری برای تیم ایران مدال برنز کسب کرد. قهرمانی کشتی فرنگی جهان در سال 2018 در کشور مجارستان برگزار شد که در پایان مسابقات کشور روسیه با 6 طلا و امتیاز 178 قهرمان این دوره شد و کشور مجارستان با 1 طلا و 2 نقره و امتیاز 83 نایب قهرمان شد و کشور ترکیه با 1 طلا و 1 نقره و 2 برنز و امتیاز 55 سوم شد. در این دوره از مسابقات کشور ایران با کسب فقط 1 برنز در وزن 97 کیلو توسط مهدی علیاری در رتبه 25 جدول قرار گرفت. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2019 در شهر نورالسلطان در کشور قزاقستان برگزار شد که در پایان این رویداد کشور روسیه با 2 طلا و 3 نقره و امتیاز 132 قهرمان شد. کشور ازبکستان با 1 نقره و 2 برنز و کسب 80 امتیاز نایب قهرمان شد و کشور گرجستان با 2 طلا و 1 برنز و کسب 79 امتیاز سوم شد. و کشور ایران با 75 امتیاز و کسب 3 مدال برنز توسط سعید عبدولی در وزن 82 کیلو، محمد علی گرایی در وزن 77 کیلو و علیرضا نژادی در وزن 60 کیلو در جایگاه چهارم جدول قرار گرفت. یه چیزی سریع بگم، اگه الان که داری این ویدیو رو میبینی همش قطع و وصل میشی یا سرورهایی میخری که محدودیت زمانی و محدودیت کاربر دارن، این معرفی برای توه. توی فایر وی پی ان بدون هیچ دغدغه‌ای به دنیای بدون محدودیت بس شو. قیمتاشون هم خیلی منصفانه است. یه جشنواره هم گذاشتن که اگه 10 نفر با کد دعوت شما خرید کنن بهتون یه سرور رایگان هدیه میدن و اگه از طرف ما هم خرید کنید 10% تخفیف روی تمام سرویس ها داریم. حتما بعد از تمام شدن این ویدیو به آیدی پشتیبانی که برات گذاشتم پیام بده. بریم ادامه ویدیو. در سال 2021 مسابقات قهرمانی جهان در کشور نروژ در شهر اسلو برگزار شد که بعد از پایان مسابقات کشور روسیه با 1 طلا و 4 نقره و 3 برنز و مجموع 152 امتیاز قهرمان شد. کشور ایران با 4 طلا و 2 برنز و امتیاز 146 نایب قهرمان شد و کشور آذربایجان با 1 طلا و 1 نقره و 2 برنز و امتیاز 107 سوم شد. در وزن 63 کیلو میثم دلخانی، در وزن 67 کیلو محمد رضا گرایی، در وزن 97 کیلو هادی ساروی و در وزن 130 کیلو علی اکبر یوسفی مدال طلا را کسب کردند و در وزن 77 کیلو محمد علی گرایی و در وزن 82 کیلو پژمان پشتان مدال برنز را برای تیم ایران کسب کرد. مسابقات کشتی فرنگی جهان در سال 2022 در کشور صربستان در شهر بلگراد برگزار شد که پس از پایان این دوره از مسابقات قهرمانی جهان کشور ترکیه با 2 طلا و 3 برنز قهرمان شد. کشور آذربایجان با 1 طلا و 1 نقره و 3 برنز و امتیاز 118 نایب قهرمان شد و کشور صربستان با 4 طلا و امتیاز 110 سوم شد. در این دوره کشور ایران با 2 نقره و 1 برنز و امتیاز 81 در رتبه چهارم جدول قرار گرفت که در وزن 67 کیلو محمد رضا گرایی و در وزن 130 کیلو امین میرزازاده مدال نقره به دست آوردند و در وزن 97 کیلو هادی ساروی مدال برنز رسید.
مسابقات سال 2023 قهرمانی کشتی فرنگی جهان مثل سال 2022 در کشور صربستان در شهر بلگراد برگزار شد که در پایان این مسابقات کشور آذربایجان با 2 طلا و 3 نقره و امتیاز 120 قهرمان شد. کشور ایران با 1 طلا و 1 نقره و 3 برنز و کسب 102 امتیاز نایب قهرمان شد و کشور ترکیه با 1 طلا و 1 نقره و 2 برنز و امتیاز 93 سوم شد که در وزن 130 کیلو امین میرزاده به مدال طلا رسید، در وزن 82 کیلو علیرضا محمدی به مدال نقره دست یافت و در وزن 55 کیلو پویا دادمرز و در وزن 67 کیلو محمد رضا گرایی و در 97 کیلو محمد هادی ساروی به مدال برنز دست یافت. و در سال 2025 مسابقات قهرمانی کشتی در کشور کرواسی در شهر زاگرب برگزار شد که در پایان این مسابقات کشور ایران با کسب 4 طلا و 2 نقره و 2 برنز و امتیاز 180 قهرمان این دوره شد. کشور آذربایجان با 1 طلا و 1 نقره و 2 برنز و امتیاز 89 نایب قهرمان شد و کشور ازبکستان با 1 طلا و 1 نقره و 1 برنز و امتیاز 72 سوم شد. در وزن 67 کیلو سعید اسماعیلی و وزن 82 کیلو غلامرضا فراخی، در وزن 97 کیلو هادی ساروی و در وزن 130 کیلو امین میرزاده مدال طلا رسیدند. در وزن 55 کیلو پیام احمدی و در وزن 87 کیلو علیرضا محمدی مدال نقره دست یافتند و در وزن 63 کیلو محمد مهدی کشتکار و در وزن 72 کیلو دانیال سهرابی مدال برنز رو برای تیم ایران کسب کردند. برای اولین بار در تاریخ کشتی ایران در سال 2025 هم تیم کشتی آزاد و هم تیم کشتی فرنگی قهرمان جهان شدند. ما به سبک همین ویدیو برای کشتی آزاد هم ویدیو درست کردیم که بعد از پایان این ویدیو میتونیم به تماشای ویدیوی کشتی آزاد ما بپردازیم.